کمیته دولتی امنیت ملی قرقیزستان روز 19 اکتبر سال 2022 خبر داد که کارمندانش در ولایت بادکند از یک کوشش از تاجیکستان برای قاچاقی به قرقیزستان گذرانیدن بیش از 2000 ظرف مشروبات یگوار پیشگیری کردند. بنا به اطلاع خدمات مطبوعات این کمیته، کارمندان امنیت روز 8 اکتبر در حدود ولایت بادکند 2160 بانک مشروبات تمغه یگوار را که از تاجیکستان غیر قانونی آورده شده بود پیدا و مصادره کردند. با اتهام دست داشتن در قاچاق این مقدار بزرگ مشروبات، شهروند قرقیزستان دستگیر شده است و او دست داشتنش در این عملیات غیر قانونی را اعتراف کرده است. اما گفته می شود در خبر مقامات امنیتی قرقیزستان شریک این قاچاقبر توانسته است با ماشین بارکشش به طرف قلمرو تاجیکستان فرار کند. مقامات نگفتند که این حادثه در کدام قسمت مرز با تاجیکستان رخ داده است. تفتیش این حادثه ادامه دارد. در اول هفته روان خدمات مطبوعات کمیته دولتی امنیت ملی قرقیزستان خبر داده بود که در دهه قربه که ولایت بادکند از کوشش از تاجیکستان به قرقیزستان گذرانیدن مبلغ بزرگ اسعار خارجی نقد پیشگیری کرده، از یک قاچاقبر 2,950,000 دلار امریکایی پیدا و مصادره کردند. در رابطه با این قضیه 4 نفر دستگیر شدند و به آنها بر اساس قسم 4 ماده 231 کودکس جنایتی قرقیزستان برای قاچاق اقتصادی همچون جزا از 5 تا 10 سال زندان با مصادره مال و ملک تعدیل میکند. ولی درباره اینکه این مبلغ بزرگ به کی میتواند تعلق داشته باشد، کمیته امنیت قرقیزستان در اطلاعیه‌اش چیزی نگفته است.